سالهای آخر ما شاهدی در چندین کشور مسلمانشین توسط سیاسی سازی اسلام یا با تاثیرگذاری اسلام سیاسی ناآرام نمودن زندگی مردم و خللدار ساختن وضع امنیتی دولت ها گردیدیم. انقلاب‌های رنگه و دیگر روندهای با آنها مانند که مثل جنگ تعمیلی شرمنده تاجیکستان تحریزی شده بودند از کجا سرچشمه گرفته به کجا آورده رسانیدند امروز به هیچ کس پوشیده نیست. سیاسی کنانی دین یک روند صنعی بوده در تعلیمات اسلام جایگاه ندارد، زیرا دین اسلام از آغاز پیدایش خود سیاسی نبود و سرخط تعلیمات آن را نخست خواندن و آموختن، سپس ایمان آوردن به خدا و شناخت یگانگی او تشکیل می‌دهد و خلاص. وقتی میگوییم خدا یک و یگانه و بخشاینده و مهربان است، سجده کردن تنها به او ضرور است، نه به کسی دیگر، نه به چیزی دیگر.